السلام علیکم. اکای مرزا حاجی، ما از ناحیه مومن آباد در هر نماز جمعه به پیش شما می آییم. کسیته های شما را خریده می بریم. در کسیته 36 شما در بابت نیت غسل گپ زدید. دانید یا ندانید فرق ندارد. همین را به ما ساده کرده فهمانید که مردم ما اعتقادشان گشت. مخلصان شما از مومن آباد با یک مسئله عادیه که اگر اعتقادشان گشته باشد، در غسل جنابت 3 فرض است: غسل فم، انف و کل البدن. در غسل جنابت 3 فرض است: شستن دهان، آب گرفتن بینی و تمام بدن را تر ساختن. این فرض است. کدام ما و شما همین 3 عمل انجام دادیم، ما و شما از غسل جنابت خالی شدیم. ما دیگر در جنابت نیستیم. و سنت همین غسل جنابت چی است؟ بینید، نیت در حتی سنت چم نیست. نیت گفته همون، اگر مقصد این برادرها خواندن همون دعای نویت ان اغتسل غسلا من جنابتی رفع، من نمیدونمش باور کنید. اگر همین باشد این لازم نیست. این لازم نیست تماما. این شما اذیت نکنین. حاجت به اذیت کردنش نیست. هیچ فرمایش، نه فرض نه سنت نه مستحب، در هیچ امر نیست. خلاص ممکن خیلی همون ملاهای همجا مختصر خان باشند، فرضا و سنت های همین غسل تماشا کنید، در هیچ کدام همین نیت آوردگی نیست. برای همون نیتی که در دلتون کردیم برای پاکیزه کردن بدنتون، خودش نیت واقع شد، تمام. شرط نیست که شما اون را لفظا با دهانتون بخوانید، با زبان خود بخوانید. و سنتش همین است که شما پیش از غسل جنابت باید که پیشاب و مثال حاجتخانه داخل شوین، همه را دور بسازین، آمده دستها را شوین، یعنی طهارت کنین پیش از غسل جنابتتون بغیر پایها را شستن. بعد در دوام همین آبازی کردگیتون پایهاتون را میشورین. تمام شما صاحب هم طهارت هستین، هم صاحب از جنابت خالی شدین. این نیت شرط نیست و لازم هم نیست. داملای شیرین سخن، من از شما خواهش دارم که سوال ما را با پرگی جواب گردونید. 23 فوریه یا 8 مارس در دین اسلام هست یا نه؟ همین رو ما چندین بار گفتیم برادرای عزیز. یکی 1 ینور، یکی 23 فوریه، یکی 8 مارس، یکی 9 می. دیگر عیدهای که هستند، اینا عیدهای ملی هستند، ملی تاجیکستان ما و شما هستند که اینها را به قید میگیرند. اینا از اسلام ما نیستند، لیکن در تاجیکستان، در تمام دنیا این عید پیشواز گرفته می شود. چرا شما از 40 سوال نمیکنید؟ چرا از 7 سوال نمیکنید؟ چرا از 6 ماهگی سوال نمیکنید؟ چرا از 20 سوال نمیکنید؟ چرا از سال سوال نمیکنید؟ کجای کتاب در اینا هست؟